من سعیدوف نصرت الله عطایویچ، برادرزاده استاد مرحوم سید عبدالله نوری. امروز این نوار را برای اون ثبت کرده استودیم که سر و صداها درباره ناآرام کردن وضع جمهوری در هر رسانه ها و در هر جا پخش شده است، همش برمیگرده به کسانی که از جمهوری با جرم خیانتکار بیرون رفتند. من مراجعت به خش تبارهای خود و به همه کسانی که در اونجا هستند، خصوصا به خش تبارهای خودم، فقط یک وصیت حضرت عمر به خاطرشون میرسونم که وقتی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه از دنیا میگذشت، برای جایگزین شدنش فرزندش بعضی اصحاب پیشنهاد کرد. حضرت عمر در جواب گفت که اگر عمر، یعنی پیشنهاد اونها را قبول نکرد، گفت اگر عمر در طول خلافتش اگر چی خوبی کرده باشد، ثواب همون خوبی ها به همه اولاد عمر بس است. اگر چی بدی کرده باشد، عقابش و بدنامگیش به همه اولاد عمر بس است. از همین خاطر خصوصا به خش تبارهای و فرزندها و نبیره ها و مثلا برادرزاده های استاد مرحوم همه چیز را میرسونم که شما در هر جای هستید برای کار و زندگی خودتون مشغول شید. دست به یگان سیاست نزنید، خصوصا از سیاست هایی که در اروپا با مثلا سرداری محیدین کبیری هست. در یگان سیاست مداخله نکنید. اگر میتونید باز بگردید، به وطن باز بگردید. در همین جد من هم یکی از چیزای شما هم در همین جد میبینید که کار فعالیت دارم، آرام هستم، هیچی تنقیسی ندارم، فقط تنقیسی دیداری دور بودن از دیدار شما هست. از همین خاطر باری دیگر هم خشتبار هم دیگر مردمی که در اروپا هستند با کار بار زندگی تو اگر مشغول باشه عجب خوب، لکن در سیاست چیزی افلاس، خصوصا سیاستی که در تمام دنیا او را بدنامش کردن، پیروی نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله.